با مناسبت روز جوانان سنه 21 می در سرتاسر کشور روز نوبتی دوی ملی دایر گردید که در آن هزارها نفر ساکنان شرکت ورزیدند. از جمله در مرکز ولایت سوخت نیز چهاربینی ورزشی دوی ملی برگزار گردید که در آن رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری و بیش از 15000 نفر ساکنان کسب کار گوناگون اشتراک نمودند. در آغاز چهاربینی سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی ولایت سوخت عالمجان زاهدزاده سخنرانی نموده اظهار داشت که روز دوی ملی با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد تحکیم طرز حیاتی سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عمومیت آن بین اهالی و از سال 2007 این جانب برگزار می شود. ساکنان ولایت اقدام سرور دولت را همه طرفه دستگیری نموده، همه ساله در آن اشتراک بنمایند. سال از سال نفوذ این مسابقه افزوده، خواهشمندان بهر اشتراک در آن زیاد می‌گردد. از جانب پیشوای معظم ملت سال جوانان اعلام گردیدن سال 2017 و رشد ورزش و تربیت جسمانی و خصوص ترغیب آن در بین عامه وطن نوجوانان و جوانان و بالغان مساعدت می‌نماید. برگزاری روز دوی ملی برای رسوای راست آمد که جوانان سعادتمند ولایت سنه‌های مهم تاریخی 20 سالگی روز وحدت ملی و 25 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و ثبات و نتیجه‌های نظارت پیش‌آمد می‌گیرند. این چهاربینی ورزشی امسال از نزد مجموعه حوزه‌های شناوری 20 سالگی استقلالی تاجیکستان آغاز یافته با واسطه کوچه سردریا تا نزد پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان واقع در خیابان بنام رحمان نبیف ادامه یافت. طبق اطلاع مسئولین ریاست جوانان ورزش و سیاحی ولایت سوخت در این چهاربینی ورزشی بیش از 84000 نفر ساکنان ولایت فعالانه اشتراک نمودند. در پایان چهاربینی ورزشی نمایندگان فعال 15 مؤسسه و تشکیلات با تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی گردیدند. کالج آموزگاری عزیزه مدومارова دانشجوی کورس دوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نخستین شده به مرا رسید. چنانکه که عزیزه ابراز داشت همه ساله در این چهاربینی فعالانه شرکت می‌ورزد. همین روز که 21 مای کروس ملی دوی ملی بخشیده به جوانان برگزار شد که من در اینجا جای یکم را گرفتم. این خیلی خرسند می‌ندار هستم. من به جوانان نصیحت میکنم با اسپورت بسیارتر مشغول شود برای سلامتی، برای مستقبل، برای فایدهش کنند. احسان نوروزوف مدیر شعبه کار با جوانان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов ابراز داشت که اشتراک دانشجویان دانشگاه در چهاربینی نظر رس بود. دانشجوی کورس اولی فاکولته تربیت جسمانی دومین شده به مرا رسید. در چهاربینی مذکور دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند فعالانه اشتراک نموده، یعنی دانشجوی کورس یکم اصلا و دوم رو اشغال نمودند. ما میناداری خود را برای واسطه جوانان ورزش و سیاحی ولایت و همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت مخصوصا محترم عبدالرحمن قادری بیان می‌نماییم و ما آماده هستیم که برای در عمل تطبیق نمودن سیاست پیشگرفته رهبر دولت اساسگذار صلح و وحدت پیشروی ملت سهمگذار باشیم. همچنین خیام‌الدین اسماعیلوف متخصص پیشبر شعبه کار با جوانان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov ابراز داشت که زیاده از 2000 نفر دانشجویان از دانشگاه در چهاربینی امروزینه شرکت ورزیدند. امروز در سراسر مملکت روز دوی ملی برگزار گردیده ایستاده است و بنده نیز و جامعه بسیار هزار نفری دانشگاه دولتی جوانان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov در دوی ملی که در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند قرار دارد اشتراکی فعالانه ورزیدند و یک زمره از دانشجویان فاکولته تربیت جسمانی و دیگر فاکولته‌های دانشگاه دولتی خوجند یکی از اولین ها شده به مرا رسیدند که اینها سلطانوف فرقت، پیرنظرов محمود، بایجومن و اوغولای، سلطان نظرov مدینه یکی از اشتراکچی‌های فعال این چهاربینی که به ابتکار سال جوانان بخشیده شده است اشتراکی فعالانه و یکی از بهترین های این چهاربینی به حساب می‌روند. رستم بیگ احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.